ما بیمار تحت درمان داشتیم، ما مجوز پاسپورت هم داشتیم، ویزا هم داشتیم، خودشون 3 ماه ویزا مهلت داده بودن، حتی ویزامون هم پاسپورتمون هم گرفتن، تذکرمون هم گرفتن به زور زدن، هم لگد زدن به پامون به زور گرفتن دیگه. یعنی پاسپورت هم داشتی؟ بله. با پاسپورت شما را اخراج کردن؟ با پاسپورت ندادن. یعنی پاسپورت خودشون گرفتن که مدرک نباشه پیش شما؟ تو پرونده هم زدم اینو مدرک نداشتن. درست. دستانه همیه. نوزادی داشتیم چیز بوده، نارس بوده تحت درمان بوده، گواهی پزشکیشون هست هنوز تو چیزا من تو ورقامون هست، خود پزشکا گفتن برای جابجاش جانشون تو خطر میفته. او را هم روان کردن از روی تخت بیمارستان. او را از حدود 17-18 روز شده بود، اکسیژنش تازه از دهنش کشیده بودیم، بخش NICUش بستری بوده، کل پرونده هاش اینجا هست از مراقبت های ویژه. بله خود بیمارستان برای ما، خود دکتر محمد رضا میگفتن بیمارستان ولیعصر برای ما چیز کرده بودن، نباید شما بچه رو جابجا بکنید، درمانشو پیگیر بشین، پیگیر. حتی ما بیمارستان رازی میگفتن خراسان جنوبی استان بیرجند، اونجا داشتن درمان میکردن به خوبی، حتی توجه به این مدارک هم نکردن. تنها ما همین شنیدیم که پول گرو خانه رو نمیدن، کرایه خانه رو نمیدن، مردم بدرفتاری میکنن. ستمای جمهوری اسلامی بگیم، جمهوری شیاطین بگیم، هر چی بگیم کمه، هر چی بگیم شاید به عقل ما جا نشه، هر چی بگیم از هر کدوم این ملت بپرسیم. اونجا تابوت هستن نمیذارن که فیلم برداری کنیم، میبینیم اون تابوت هستن اجساد آوردن قابل نمیذارن که از نزدیک اونا را فیلم برداری کنیم. خیر رویشو بفشانه. تشکر برای سلامت باشین، جور باشین. برای امارات اسلامی هم خوب برای ما دارن خدمت میکنن، خدا خیرشون بده تا میتونن برای ما، حتی جای دیدیم که به نانشون نرسیدن برای ما خدمت کردن نوبت به نوبت. تشکر برای سلامت باشین. مهاجرین کشور ایران بد رفتاری میکنه، پول گرو خانه رو نمیدن، پول کارگرار نمیدن، خاک مرزی یا پول کرایه زیاد میگیرن، حتی بعضی بیمارا رو روان کردن، اجساد روان کردن. قلبی داره، قرار بود این آخر برج 3 آنژیوگرافی بشه، من فرستاده الان دخترم آنژیوگرافی قرار بود قلبش عمل باز شد 8 سال پیش. دکتر 6 ماه گفت باید اینجا بمونی، دکترش نامه گرفت. مدارک هم داشتید؟ مدارک هم برگه سرشماری. رفتم دکترش نامه به من داد، گفت باید 6 ماه بمونی، تشکیل پروندم دادم، اردوگاه سلیمان خانی رفتم. بعد جنگ گفتم رفتم جواب نامه هامو کلا اومده بود، جواب نامه بگیرم ببینم چیه، مدارکم چیه. به من گفتش نه برو شما تروریستید، شما جاسوسید، شما کشور ما رو در گنگ کشید، ما دنبال مریضی شما بریم. یعنی دختر من مریض با اون عمل قلبش قرار بود آنجا بشه، من اومدم الان تو این خاکا. بله متاسفانه اینجا امکانات نیست، بادم خاک بادم از برقم نی آب. تازه ای بهتره، شهر هرات اصلا جای نمانده، مردم داخل مساجد جابجا میشن. پول پیش خونمون نگرفتیم، سپرده‌گذاری کردیم، برادر شوهرم سپرده‌گذاری کرد و نگرفته، پول پیش خونه 150 میلیون نگرفتیم، خونه هامون همینجوری ول کردیم اومدیم. بدبختی ما که اصلا هیچ آمدن نداشتیم، تشکیل پرونده وزارت کشور، اردوگاه، همه جا رو دادیم. یه دفعه گفت نه شما جاسوسید باید برید، همینجوری خونه رو ول کردیم اومدیم دیگه. معلوم نیست چی. کجا ایران بدین؟ ایران تو شهریار. چند سال اونجایین؟ اونجا ما الان 16 سال تو ایرانیم، بچه‌ام اونجا به دنیا اومده، خونه داشتیم. اینجا از کجایی؟ اینجا هرات فامیلامون هست دیگه. چی برنامه دارین هرات؟ هیچی، ما هیچی نداریم، فقط خودمون همینجا هستیم. چند درصد برگشت میکنین؟ دیگه اصلا برگشت هیچ وقت دیگه اگه من برگشت بکنم، من بچه‌م اونجا به دنیا اومد، عمل شده بود، نمیخواست تو دلش میگفت اینجا بریم. از کسانی که قراره با شما همکاری کنید این ویدیو رو میبینه چی درخواست دارید؟ درخواست داریم فقط جمع بشیم، کشور خودمون بسازیم، نریم دیگه، نریم. یعنی اینقدر درد دارم اونجا بریم، یعنی کلی بدبختی سر ما هر جا که وای میستیم میگه شما جاسوسید. ما از تهران اومدیم تا مشهد، هر جا اسکا بازرسی بود به ما میگفت نگه دارید چمدون مدارک و گوشیامونو میگرفت. بعد شوهرم الان گوشیش گرفته، همین بسیجی گوشیش میگرفت نمیداد، گوشی میگیره باید بری نامه بیاری از کجا خودشون ردیم. اینی که مگه کوب میکنه راسته میکنن ما رفتم اردوگاه، بعد شوهرم زن و بچه داشت، زن و بچه‌شو گفتیم حداقل زن و بچه‌شو ببرید.
خودش به اون زن بچهش کجا بشه؟ یه زن بود با یه بچه کوچیک. گفتم کجا بشه؟ گفت هر جوری خودتون میبرید. نه زن بچه‌شو قبول کرد، نه برده شوهرم آزاد کرد. برده همونجا چند نفر شلوغ کرد، کارت همایش، پاسپورت خانواده، هر چی داشت میشکست، میگه فقط برید. حتی کسایی که سوریه رفته بودن پاسپورت همونا رو رد برش کرده. یعنی بدبختی دیدم از اینکه صحبت کردیم جای خوش آمدگویی نی همچنان، ولی بازم خوش آمد میگیم. دستتون درد خودمون. ما امیدوارم که به گوش بزرگان بتونه برسه. ان شاء الله خدا کنه برسه. نه 100% میرسه. آمدیم که برسه. از او بر افغانستان حرکت کردیم، به این برآمدیم فقط به خاطر که برسه.